هنوز موقعی صحبت کردن با یک دختر از جمله میشه بیشتر آشنا بشیم یا میشه شمارتون رو داشته باشم استفاده میکنی؟ ببین رفیق، افتضاحه. یعنی افتضاح ترین حالت ممکن که میتونی ارزش خودت رو از 10 به 2 بیاری اینه که این جملات رو بگی. و من در این ویدیو 5 مورد میخوام بهت بگم که قول میدم اگر این 5 مورد رو رعایت کنی میای توی کامنت و برام مینویسی که جواب داده. و مورد 4 و 5 کاملا بهت میگم که بری جلو و چی بگی تو مورد 4 و 5. و مورد 5 قشنگ بهت میگم خودم رو جای تو میذارم و میگم چطور برم با یک دختر آشنا بشم. یک سناریوی خیالی رو میچینیم با هم که خیالت راحت باشه از این بابت. میرسیم به مورد 1. مورد 1، ببین رفیق، هر چیزی که توی اینستا مبنی بر لاس زدن دیدی که باید بری جلو بگی ماه تو آسمونه، ماه من تویی و این چیزا، اینا رو همه بنداز دور. این چیزا جوابگو نیست. بری به یک دختر بگی این لاس زدنهای امروزی رو بگی، علاوه بر این که جذبت نمیشه بدتر دفع میشه. میگه خب چطور ممکنه این به این راحتی بیاد اینا رو بگه؟ خب قبلا با چند نفر دیگه بوده، واسه همین اصلا ردت میکنه. مورد دوم ببین، یه سری‌ها رو دیدم از دوستای خودم میگن داداش ببین دختره 10 از 10، دختره همه چیز داره، ماشین، خونه، لباس، تیپ ظاهریش، بدنش، اندامش. ببین رفیق، هیچ کدوم اینا ملاک نی. اصلا از کاه واسه خودت کوه نساز. بابا طرف 2 از 10 تو میکنیش 10 از 10. میری اونجا صحبت کنی، بعد همون 10 از 10 توی ذهن تو باعث میشه که نتونی صحبت کنی، نتونی بری جلو. اونجا رفتی دست و پا بلرزه و همین. ببین یه سری هستن توی خیابون بری میبینی یک دختر 10 از 10 با یک پسر 2 از 10 افتاده و برعکس، یک پسر 10 از 10 همه چی تمام با یک دختر 2 از 10 افتاده. اینا چرا از کاه کوه نمیسازن؟ چون اینا موقع آشنایی این چیزها رو ملاک ندونستن. ببین این چیزها رو اگر ملاک بدونی فقط اعتماد به نفس خودته که پایین میاد. قبل از رفتن یک نفس عمیق بکش، اصلا هم نگاه نکن که چی داره. تو میری باهاش صحبت کنی به عنوان یک انسان. چطور با دوست صمیمیت رفیق شدی؟ روز اول که با دوست صمیمیت رفیق شدی ملاکت 10 از 10 بودنش بوده؟ نه، ملاکت این بود که دوست بشید. یهو آشنا شدید، دوست شدید، همین. مورد 3، ببین علاوه بر حرف زدن 100% بعضی از این پیجا رو من میبینم که میگن نه همش به حرف زدنه. این روانشناسی زردها که هیچی توی زندگیشون یاد نگرفتن میگن همش به حرف زدن، به لباس نیست. اتفاقا بیشترش به لباسه. تو توی یک جمع هستی و همه یک جور لباسهای کهنه قدیمی و از هم افتاده پوشیدن و توی یک لباس آراسته، زیبا، تمیز به خودت میرسی، عطر میزنی. من یه دونه از دوستان بودن، یه دونه از دخترها که دوستم بودن، گفت من معیارم برای انتخاب پسر اینه که عطرش خوب باشه. اصلا نگفت معیارم پوله. چون یه سریا دیگر هم میبینم میگن دخترها آهن پرستن. نه اینطور نی. یه سریا هستن واقعا معیارشون زیبایی و ظاهره. ببین طرف گفت یک عطر ساده. خب تو عطر بزنی، یک لباس آراسته بپوشی، هم اعتماد به نفس خودت میره بالا، هم آرامش بیشتری داری، هم قدرت نفوذت بیشتره. توی اون جمعی که 10 نفر هستن تو یکی از اون 10 نفر هستی که میدرخشی. مثل اینه که بین 10 تا گل قرمز تو گل سفیدشونی، میدرخشی اون وسط. میرسیم به مورد 4 و مهمترین موردها که الان میخوام کامل براتون توضیح بدم. ببین رفیق، حرف زدنت باید چجور باشه؟ اصلا از اون جملاتی که اول ویدیو گفتم اصلا نباید استفاده کنی. حرف زدن باید چجور باشه؟ بذار من برات یک داستان تعریف کنم و بعد بهت بگم که باید چجور حرف بزنی. ببین ما توی یک شهر بازی بودیم، توی شهر رویاهای اصفهان. یک دختر من با بهترین دوستم رفتم اونجا و یک دختر رو دیدیم. اون دوست من گفت من این دختر میخوام باش وارد رابطه بشم و دوستش دارم و اینا. گفتم باشه. ما سوار چرخ و فلک شده بودیم. بعد از قضا همون دختر نشست کنارمون.
خلاصه چرخ و فلک رفت بالا، یهو چرخید، همه جیغ داد، هیجان داشتیم دیگه. آره. بعد که اومدیم پایین تموم شد، به دختره گفتم که حالا این همه اینا داد میزنن، واقعا هیجانی داشت برای تو؟ واسم سوال اصلا هیجان داشت واسه تو؟ بعد بخنده. واسم سوال هیجان داشت برای تو؟ دیدم گفت ببین یه خورده ترس داشت اون بالاهاشا. خلاصه صحبت باز شد. گفتم به نظر من تو با این رفیقم، چون این رفیقم هم زیاد جیغ میزد و هیجان داشت، به نظرم شما دوتا زوج خیلی خوبی برای هم میشید. نظرتونه که یک بار دیگه امتحانش کنید؟ دیدم به همو نگاه کردن گفتن آره یه بار دیگه امتحان کنیم. همین باز شد. آقا اون یه بار که امتحان کردن اومدن تموم شد. گفتم برید چیزای دیگه هم امتحان کنید چون واقعا بهتون میاد. اون بالا که بودید واقعا جذاب بودید. کم کم آخر شب بهش گفتم رفیق برو به دختره بگو پایه هستی که یک روز دیگه یک جای دیگه بریم و همچین هیجاناتی رو دوباره تجربه کنیم. خلاصه الان اونا قرار نامزد بشن و هفته بعد قرار دوستم بره خواستگاری. 3 سالم هست از رابطه‌شون گذشته. ببین رفیق، من نگفتم شماره‌تو بده، نگفتم بیشتر آشنا بشیم، فقط موقعیت رو سنجیدم که راه ارتباط رو بسازم. ببین فقط یک راه ارتباط باید بسازی، خیلی ساده است. تو توی یک رستورانی برو بگو این غذا چطوره، توی یک شهری بگو من این راهو گم کرد. یک راه ارتباطی بساز و از همون راه ارتباطی قدرت نفوذ خودت رو نشون بده. اصلا نیاز نیست که تو 100% روز اول وارد رابطه بشی. تو میتونی تا 2-3 هفته با طرف صحبت کنی و هم خودت و هم اون هم رو بشناسید، ببینم مثلا به هم میاید به هم نمیاید، بعد اون موقع وارد رابطه بشید. کم کم وارد رابطه بشید. الان من میتونستم همون کنار چرخ و فلک به دختر بگم که میتونم شماره‌تو بگیرم؟ خب معلوم بود میگفت نه، اصلا جوابم هم نمیداد. ولی با یک سوال ساده گفتم به نظر تو اینقدر که اینو میگن هیجان داشت؟ اونم گفت خب شروع کرد به حرف زدن و از هیجاناتش گفت و منم گفتم شما دوتا خیلی به هم میایید، یه بار دیگه امتحان کنید، خیلی جذاب بوده واسم هیجاناتتون. همین باعث شد که الان 3 سال از رابطه اونها میگذره. میرسیم به مورد 5. ببین برای مورد 5 تکمیلی از مورد 4. میخوام مورد 4 رو برای تکمیل کنم. فرض کن مثلا توی کافه ایم. آره توی کافه یک دختر نشسته و من میخوام برم با اون صحبت کنم. خب شما الان میگی چیکار کنم؟ الان آفرین. ببین میری جلو، من الان میرم جلو میگم خانم ببخشید من تازه با این کافه آشنا شدم، الان از دوستام شنیدم، آیا ممکنه بهم بگید اگر این کافه اومدید چه نوشیدنی هایی از این کافه رو دوست دارید؟ بعد اون دختر 2 جواب داره، یا میگه که نه من بار اولم اومدم، یا میگه این چند باری اومدم و این نوشیدنیش خوبه به نظرم. اگر مورد اولا گفت که بهش میگی از این آدما میزنی که دائم کافه میرن و دوست دارن همه نوشیدنی ها رو تست کنن، بعد میگی که نوشیدنی مورد علاقت چیه؟ خلاصه صحبت باز میشه. مورد دومم گفت، میگی مثلا گفت من کاپوچینو و این چیزا تو این کافه خوبه، میگی مثلا من تا الان کاپوچینو نخوردم، چه چیز جذاب و باحالیه، میشه بیشتر برام توضیح بدید؟ آقا بس ادامه پیدا میکنه، ادامه تا میرسه به یک جایی. بعد از یک جا مستقیم این جمله من رو نگی ها، مستقیم بگی جواب نمیده. میرسه بعد از نیم ساعت 45 دقیقه خوب صحبت کردن و آروم شدن و یخ دلتون آب شد، بهش بگو خانم میشه حالا اسمشو از قبل بگو، اسمتون رو میتونم بدونم. بعد اسمش رو میگی که من به انتخاب من بیا یک روز دیگه بریم یک کافه و این نوشیدنی مورد علاقت که گفت این نوشیدنی مورد علاقت رو بخوریم چون برای منم جذاب تستش کنم. همین. نه تو بهش گفتی شماره بده، نه بهش گفتی بیا بیشتر